به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع می‌کنیم. در این پادکست معرفی کتاب‌های آقای دکتر احمد زیدآبادی رو می‌خوایم انجام بدیم. کتاب بندی خانه رنج و رهایی، زندگی نامه احمد زیدآبادی هستش، جلد 4 و جلد 5 با نام و ننگ سالهای زردفام و کتاب زیبای دیگری به نام دین و دولت در اسرائیل. لطفاً با من همراه باشید تا گوشه‌هایی از این کتاب‌های زیبا رو برای شما بخونم. با توجه به اینکه آقای زیدآبادی نتونستن اجازه نشر و چاپ این کتاب‌ها رو بگیرن، در سایت خودشون این کتاب‌ها رو منتشر کردن که میتونید از گوگل سرچ کنید و کتاب‌ها رو بخونید. لطفاً با من همراه باشید تا این پادکست زیبا رو با هم دیگه شروع کنیم. زندگی نامه احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب و نزدیک به جریان ملی مذهبی است. او در پی حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 بازداشت و به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. زیدآبادی پس از طی دوران حبس و در تبعید مرداد 1394 مورد عفو عید فطر قرار گرفت و آزاد شد. وی دبیر کل سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نیز بوده است. احمد زیدآبادی همسر مهدی محمدی و داماد محمد محمدی گرگانی نماینده دور اول مجلس و از اعضای وابسته به طیف موسوم به ملی مذهبی هاست. او در رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران تحصیل کرده و دکترای علوم سیاسی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران دارد. تز دکترای او دین و دولت در اسرائیل نام داشت. از سال 1368 فعالیت روزنامه‌نگاری او در روزنامه اطلاعات آغاز شد. او از سال 1373 در روزنامه همشهری کار می‌کرد و پس از 2 خرداد با بیشتر روزنامه‌های اصلاح طلب همکاری داشت. همچنین او سردبیر روزنامه آزاد بود که در سال 1377 منتشر می‌شد. وی در سالهای 1386 تا 87 با هفته‌نامه شهروند امروز همکاری داشت. وی همچنین عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و عضو شورای سیاستگذاری سازمان ادوار تحکیم وحدت و دبیر کل این سازمان نیز بوده است. خب ابتدا خلاصه ای از کتاب رو بندی خانه رنج و رهایی جلد 4 زندگی نامه آقای دکتر احمد زیدآبادی رو برای شما میخونم و سپس بقیه کتاب ها رو. بندی خانه رنج و رهایی 4مین جلد از خاطرات احمد زیدآبادی است که علیرغم تلاش نگارنده برای انتشار به صورت چاپی به نتیجه نرسید و زیدآبادی تصمیم بر انتشار خاطراتش به صورت مجازی نمود. احمد زیدآبادی در این زمینه نوشت: با آنکه برخی کشورها اسناد طبقه بندی شده خود را پس از گذشت 2-3 دهه افشا می‌کنند، باعث تأسف است که در کشور ما حتی خاطرات یک شهروند عادی بعد از گذشت حدود ربع قرن از تاریخ وقوع آن مجوز نشر پیدا نمی‌کند. من برای انتشار این جلد از خاطراتم تلاش لازم را کردم، اما چون نتیجه بخش نبود تصمیم گرفتم همزمان با نمایشگاه کتاب و انتشار خاطرات مرحوم هاشمی از آن برهه آن را از این طریق در اختیار مخاطبان عزیز قرار دهم. هدف اصلی این کار ارائه نوعی آسیب شناسی پدیده زندان به منظور انجام اصلاحات ضروری در آن است. امیدوارم از این جهت بی اثر نباشد. این جلد را نیز به سبک 3 جلد قبل تراژیک و بدون اغراق نوشتم. با این حال باید یادآوری کنم آنچه در 7 ماه بازداشت سال 1379 بر من گذشت در مقایسه با دوران بازداشت سال 1388 کم و بیش به پیکنیک شباهت دارد. اما از جلد 5 این کتاب هم گوشه‌هایی رو براتون میخونم.
جلد 5 خاطرات دکتر احمد زیدآبادی که به تازگی منتشر شده و نام و ننگ سالهای ظرفام نام گرفته است، وقایع 6 ساله از ابتدای زندان دوم زیدآبادی در فروردین ماه سال 1382 تا لحظه دستگیری در 23 خرداد سال 1388 را در بر می‌گیرد و حوادث فراوانی از 6 ماه حبس در سالن 6 زندان اوین تا رویدادهای منجر به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 را شامل می‌شود و به مرور و بررسی روند حوادث در دهه 1380 پرداخته است. از متن کتاب جلد 5. به محض ورود دکتر نعمت احمدی را دیدم که به گرمی به استقبالم آمد. گویا خبر ورودم را شنیده و منتظر بود. نعمت را به اتهامی غیر سیاسی بازداشت کرده بودند، اما روشن بود که مرتضوی با حکم بازداشت نعمت قصد تخفیف او نزد همکارانش را داشته است. نعمت اما چنان شاد و شنگول و سرحال به نظر می رسید که گویی در سفری تفریحی به سر می برد. مرا در اتاقی خالی جا دادند. وکیل بند جوان و کاسبکار به چند زندانی که دور و برم می‌پلکیدند حالی کرد که من در حقیقت در زندان مجرد هستم و آنها بهتر از دائم به سراغم نیایند. با این حال نعمت شبها در اتاقم می‌خوابید. به علاوه او به قدری فعال و پرجنب و جوش بود که فرصت هر کاری حتی گرفتن غذا و جیره را از من صرف کرد. او شبها با لهجه‌ای که آشکارا غلظت کرمانیش بیش از لهجه من بود از تاریخ کرمان و ماجرای قتل مشتاق علیشاه برایم صحبت می‌کرد و در جوک گفتن چنان استاد بود که هر آدم سرد و عبوسی را هم به خنده می‌انداخت. او در قاطی شدن با زندانیان عادی هم بسیار مهارت داشت و با همان ادبیات ویژه آنها سخن می‌گفت و گاهی هم البته غلیظ‌تر. من که می‌کوشیدم تا مرز خود را با سایر زندانیان حفظ کنم بسیار متفاوت از نعمت رفتار می‌کردم و این باعث شد که او گمان کند آدمی به غایت خجول و کمرو هستم. خب از کتاب دین و دولت در اسرائیل هم تیکه‌هایی رو برای شما می‌خونم. نوع رابطه دین و دولت در اسرائیل موردی منحصر به فرد و در عین حال پیچیده و مبهم است. در این کتاب تلاش شده از خلال بررسی تاریخی تطور قوم یهود کشمکش دین و دولت در کشور عبری تئوریزه شده و فرضیه‌ای درباره آینده آن طرح شود. آنچه در این پژوهش مفروض گرفته شده این است که مذهب در یک جامعه سنتی کارکردی اساسی در ایجاد انسجام اجتماعی دارد، اما در یک جامعه مدرن به مفهوم غربی آن این کار ویژه ابتدا به صورت عامل تنش‌زدای اجتماعی در می‌آید و در نهایت نقش مذهب از عامل وحدت بخش و مشروعیت بخش دولت به حوزه علاقه فردی تنزل می‌یابد. با این مفروض این پرسش مطرح می‌شود که در جامعه مصنوع و تازه تأسیس اسرائیل که روند طبیعی گذر از سنت به مدرنیسم را طی نکرده است، نقش دین در وحدت بخشی جامعه و مشروعیت بخشی به دولت چیست؟ در پاسخ به پرسش فوق، فرضیه اصلی در این پژوهش به شرح زیر صورتبندی می‌شود. دین یهود کارکردی دوگانه و متناقض در جامعه نوبنیاد اسرائیل پیدا کرده و باعث شکاف اجتماعی عمیقی در آن جامعه شده است. این کتاب رو هم میتونین در سایت آقای دکتر احمد زیدآبادی پیدا کنید. من بیشتر از این کتاب‌ها در اختیارم نبود. امیدوارم از این معرفی زیبا لذت برده باشید و حتما برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.